طرف نورباغ سریچی کم شمال بول میکشن آب میکشن. البته خفناک است برای که برق خاموش کردن در 50 گرادوسی گرمی و 52 گرادوسی گرمی که امروز دیده می شود البته خفناک است. هم به کسلی ها دچار می شود هم به کسلی هایی که شخصیت هایی که سرایتی کسلی دارند بسیار دشوار است بهت. سوید نباشه برق تاجیک خلدل میمره همش آب میشه گرمی های 45 47 گرادوس برای همش آب میشه. یک دو بار کشتن روزانه. کشتن چقدر شد وضعیت خیلی طاقت کردیم تا 5 6 بگهی بعد سویت دادن. خاکم چیه؟ محصولاتی که میخری هم با اسپورتت میشه دیگه یگان و نیست. اولش یک جان یخدون که اولش همیه بعد دیگه خیلی کندیشنری یک سموسا بایده گفته گپا کی اما که جان دیگه چی همین روز با فکرم نبود ایما هم اینه وشخون هم اینه ام کافه اکویو هرشون هم این مشکلی هم نه به برق نمیشه و دیگه حیات نه میکشن رید کرد که وقت با گریون میشه ترانسفورماتور رو ایرون میشه اگه چی میشه نه هم روغانش یا که چی میشود سر میزنه با در همین هوای گرمی تایی و دپرواد میدرایی آواز میکنی سلخی میشه خواه میری خدا گفته